عرض سلام و ادب خدمتی همه شما همدیاران هموطنان عزیز و گرامی قدرم. شما رو به برنامه چهارم قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم. امیدوارم که هر کجایی که هستین تنصیحت و سلامت باشین. همدیاران عزیز و گرامی، اینک باز هم در حضور شما امروز قرار گرفتیم تا بتوانیم یک برنامه خوبی دیگه داشته باشیم و در موضوعهای گوناگون راجع به کشور خودمان، راجع به وطن خودمان صحبت کنیم. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدر، هدف ما از برنامه رسانیدن معلومات ها راجع به کشور خودمان به مردم کشور است و آگاه ساختن مردم، دادن سیاسی، بیداری سیاسی و حقوقی به مردم کشور است. البته هموطنان و همدیاران گرامی، ما سالهای طولانی است که در بخش‌های مستقیم راجع به موضوعهای گوناگون صحبت میکنیم و حد امکان توانسته باشیم یک خدمتی به مردم کشور داشته باشیم. شما میدونید که ما سال هاست در بخش‌های مستقیم راجع به موضوعهای مخصوصا حساس جامعه از جمله جنگ هایی که در بین قرقیزستان و تاجیکستان شد بخش‌های مستقیم طولانی داشتیم و علاوه بر این در مشکلات مردمی بدخشان که زیاده از 10-15 روز طول کشید. ما هر روز در بخش مستقیم زیاده از 10 تا 12 ساعت میشیشتیم تا اینکه راجع به این قضیه معلومات بدیم و علاوه بر این از مشکلاتی که به مردم مهاجر مهنتی اومد بعد از این بسیج نظامی در فدراسیون روسیه که مردم رو به بخش نظامی دعوت کردن و ما کوشش تلاش کردیم که سری راهی چون این حالات ها رو بگیریم و کوشش کنیم که نگذاریم ملت خودمان، ملت تاجیک، قربانی سیاسی کشورها شود. البته هموطنان و همدیاران عزیز، در برنامه امروزه همونطوری که شما عنوان برنامه رو دیدین، ما تصمیم گرفتیم در دو موضوع صحبت کنیم. یک از موضوعها این زندان کردن مردم تاجیک در داخل وطن است که امامعلی رحمانوف به خاطر لگ ماندن تنقید کرد و موضوع دومی ما مشکلات مهاجرت مهنتی تاجیک‌ها است که هر روز اخراج میکنن، اذیت میتین و سرکوب میکنن آنها رو. در این دو موضوع حساس امروز صحبت میکنیم و الا اگر که وقت بشود و فرصت شد باز هم برمیگردیم به موضوعهای دیگری که من آماده کردم، در اونها صحبت میکنیم. من صحبت رو طولانی نمیکنم و پیش از صحبت ما سر میزنیم به صحبت های امامعلی رحمانوف، رئیس جمهوری خودکامه تاجیکستان. امامعلی رحمانوف در سامانه آزیا پیروز که ببینیم که امامعلی رحمانوف درباره زندان کردن مردم به خاطر یک لایک گذاشتن چی میگوید و چه هدف دارد. همونطوری که ما میدونیم در طول 12 سال اخیر بعد از اونی که احزاب‌های سیاسی رو در تاجیکستان ممنوع کردن و جامعه تاجیکستان مخصوصا جوانان رو به اینترنت آوردن و اینترنت معلومات زیاد میگرفتن و به خاطر یک لایک گذاشتن یا امثال این چیزها واقعا مردم تاجیک رو زندان کردن. ما ده ها فرزندان این سرزمین رو میدونیم که خب شاید اشتباها در یک جای گذاشته است یا شاید یک پست خوبی را دیده است که در اونجا نسبت دینش، نسبت ملتش، نسبت قومش، نسبت زبانش، نسبت یک عکسی که برای خوش آمد است لایک گذاشته است و به اساس چیزها او را پشت پنجره برده. و حالا بعد از طول مثلا 10-12 سال میبینیم که امامعلی رحمانوف و حاکمیتش نو به اون نقطه اومدن رسیدن که نباید یک انسان رو به خاطر یک لایک زندان کرد و این کارهایی که ما در گذشته کردیم و مأموران حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف که با دستور امامعلی رحمانوف تا امروز انجام دادن غیر قانونی بوده است و ظلم به مردم بوده است و اینا از راههای بدون همون دقیق قانونی استفاده کردن مردم رو
پشت پنجره بردن. بیاید این رو از رادیوی آزادی ما به سمت شما برسونم و بعدا برمیگردیم ان شاءالله صحبت رو ادامه میدیم. همونطوری که شما دوستان میبینید این رادیوی آزیا پلوس است، در روی اکرانتون میبینید این رادیوی آزیا پلوس است و در رادیوی آزیا پلوس راجع همین قضیه صحبت شده است و من ببخشید من این را کم بزرگتر میکنم که خواندنش آسان‌تر شود برای من و شما. شلو که ادامه میدیم. خب امام علی رحمانوف، ما رحمانوف نمیگیم اگرچه در عموم او امام علی رحمانوف است، ولی بعد از تغییر دادن این نسب رحمان الکی امام علی رحمان میگن رو، ولی در فرهنگ ما یک لغتنامه ما کلمه به نام امام علی رحمان میگی، اسمی به نام رحمان وجود نداره، چون سرقانون اساسی ما در گذشته این رو هزار بارها با اسم امام علی رحمان شریپوویچ رحمانوف اسم گذاری کرده است و ما با همون اسم قدیمیش که خود را با اسمهای گوناگون چهره عوض میکند، ماسک عوض میکند میآید نمیشناسیم. ما همون دیکتاتور قبلی به اسم امام علی شریپوویچ رحمانوف میشناسیم و همین جانب ایرا اسم گذاری میکنیم. امام علی شریپوویچ رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان فعالیت مقامات حفظ حقوق کشور را برای به اساس باز کردن پرونده جنایتی برای لایک، پسندمند، مطلب یا شرح در شبکه‌های اجتماعی از اداره در اینترنت و همچون دلیل‌های حساب بنده مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن کرده انتقاد کرده گفت که به این عمل باید خاتمه داده شود. این جمله بسیار قشنگ است دوستان، باید امام علی رحمانوف رو یک قرصک زد برای این کارهای ایرا که انجام دادید، حرفایی را که زد. واقعا به این حرفهای امام علی رحمانوف واقعا اشکار کرد طول 12 سال مردم تاجیک و جوانای تاجیک رو بردن بدون هیچ جرم پشت پنجره بردن و اونها رو داغدار کردن. شما باید بدونید که یک انسان رو وقتی زندان میبرن به خاطر یک لایک، اگر 1 سالش میتین، 6 ماهش میتین، 5 سالش میتین، 10 سالش میتین، وقتی که از زندان آزاد میشد او داغدار است، او دیگه نمیتواند در یک جا رسما کار کند، در یک اداره، در یک دانشگاه، در یک تدریس کند، کسی را علم بیاموزد یا اینکه علم کسی را درس بدهد. این کارها از او برگرفته میشن و او تنها میتواند در یک کارهای ساختمانی هم که همون هم بازم مشکلات سخت روبرو میشود و امکان داره که همین زندان شدن است، همین مهر زندانی برای او اثر کند که اون کارهایی که باید انجام بدهد انجام نمیدهد. یعنی ظلم کردن به همین شهروندان در طول 12 تا 14 سال از جانب همین حاکمیت و امروز خودی همین حاکمیت چیکار میکند؟ اقرار میکند که این کارش خلاف قانون و خلاف چیزهای بین المللی است. ولی اکنون رحمان قایل شد که این کاراش خلاف قانون هاست و این خوشبختانه بسیار زیباست که وقتی که ما سالها میگوییم که نباید یک شهروند تاجیکستان برای یک لایک گذاشتن هر جایی نباشد باید پشت پنجره برده شود و یک مهر برای او زده شود که اون سالها دیگر در یگان دروغ‌های دولتی و دروغ‌های مخصوص کار کردن نتواند و او باید حتما یک عروبکش باشد یا یک برای مهاجرت مهنتی در یک کشور یک عذاب و زحمت بکشد ولی براش اجازه کار کردن نتید. این بسیار سخت است و دردناک است. هزارها جوانان برای یک لایک گذاشتن که آموزگار بودن، در مکاتب درس میدادن، بردن پشت پنجره داغدار کردن، اونها رو زندان کردن. از اونها شاید پرسیده شد که همین لایک برای چی است و برای چی نه. اگر یادتون باشد یک وکیل بود از با اتهام گروهی بسیار او را اتهام کرده بودن، زندان کردن، اسمش عینه یادم نیست. اون وکیل به خاطر لایک گذاشتن در کجای لایک گذاشته است و لایک او رو دیدن و اومدن رو بردن پشت پنجره که شما با گروه بسیار همکاری میکنید و دهها تهمت اونها نسبتش دادن و همین گونه دهها شهروندای کشور ما متاسفانه با همین جرم پشت پنجره برده شدن که امروز باید همه اونها سفید کرده بشوند. من بازم قید میکنم، یعنی ببین وقتی که رحمانوف یک چیز را قائل میشود، همینجور خوب دقت کنید، میگوید که امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان فعالیت مقامات حفظ حقوق کشور را برای به اساس باز کردن پرونده جنایتی برای لایک در اینترنت و همچنان دلیل حسابنده مواد نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن کردیده انتقاد کرده، گفت که به این عمل باید خاتمه داده شود. ببینید باید اگر که ما منصفانه اگر اینجا صحبت کنه و حاکمیت حد امکان ذره وجدان داشته باشند، باید تمام جوانهایی که به خاطر لایک در پشت پنجره هستند باید آزاد کرده بشوند و داغ سودی از اونها برداشته شود.
و هر کسی که عین حال از زندان آزاد شدگی است و داغ سودی داره، باز هم داغ سودی اونها برداشته شود و علاوه بر این جبران پولی باید پرداخت کرده شود. این جوان به خاطر یک چیز، اینا چیزی که اصلا موجود نبوده است یا پشت پنجره بردن. حاکمیت باید جوابگوی عملهای بدی خود باشد، باید شاخه دادگاهی مستقلانه عمل کند. ولی اگر که در یک کشور مستقل عین حال ما و شما اگر قرار می داشتیم، هر یک انسان، هر یک حکومت، هر یک اداره دولتی، چی اون وزارت کارهای خارجه باشد، امنیت باشد، هر طرفی باشد، برای کارهای غیر قانونی خود باید پاسخگو باشند. عین حال باید همون جوانو باید سفید کرده شن که شمارهشون شاید تا 10,000 نفر برسد. پشت پنجره امروز برای لایک میدونی چقدر نفرها زندان هستند، باید همه اینا عین حال آزاد کرده شود. وقتی شما اقرار گناه میکنید و شما اقرار میکنید که این کار شما خلاف قانونهای تاجیکستان است و اینکه خلاف معیارهای قانونهای بین المللی است، پس باید علاوه بر این آزاد کنید دیگر را. نمیشه در یک کلام به مانند اون چیزی که در گذشته 10 بار همه امسال مخصوصا امام علی رحمانی گفت که مرشیراف کرده خاتمه ببخشید، مرشیراف که دیگه دختران مردم رو برای استقبال رئیس جمهور و رئیس ناحیه و فلان و بسمدان به استفاده نکنید و این خاتمه دهید. ولی باز هم همین کار را ادامه میدید. کار را باید در عمل اجرا کرد. وقتی شما میگویید که همین لایک گذاشتن، پرونده جنایی برای لایک باز کردن، انسان‌ها را پشت زندان بردن، این کار غیر قانونی است و این کار بس کنید، باید در قدم اول هر کسی که پرونده جنایی کشاده است برای همین اشخاصی که لایک گذاشتن، اول اونها باید به جوابگری کشیده شود و این اشخاصی که در زندان هستند برای همین عملی لایک گذاشتن رفتگان باید سفید کرده شود. باید اون مهر سیاه از دوش اینا برداشته شود. علاوه بر این پولی باید پرداخت کرده شود. یک انسان را میبرید بگناه 10-20 سال زندان میکنید، بعد میایید میگوید که خیر ما اشتباه کردیم، عین حال تو آزادی. بازم مهری مخفی، چون با فلانی با دستوری پیشوای مقدس فلانی بسمدانی دروغوی شیطان امروز برای تو اجازه داده شد که تو باید آزاد کرده شوی. آخه با این دروغ ها، با این سفسطه ها ما نمیتوانیم که پیش بریم. باید حتما تمام نقاط دیده شود. این قدر زجری که به مادرها دادید، همین مادرایی که فرزنداشون پشت پنجره بردید، اینها زخم روحی دیدن، اینا فشار روحی به دولین و به هزار بلا گرفتار کرد. اینها را که جبران پولی پرداخت میکند؟ هزارها اشک مادرها را رزاندیم برای کارتان. حاضر میاد اقرار میکنید که این کار ما گناه است و این کار ما جرم بوده است و باید به این کار خاتمه داد. نه اینه که باید هر کسی که به این کار دست زد و جوابگری کشیده شود. وقتی که ما میگیم در تاجیکستان حاکمیت مسئولیت ندارد، پاسخگو نیست، جوابگوی شما نیست، این همین گونه حاکمیت است. بعد از 12 سال مشکلات غیر قانونی و گناه و جرمشان باز من میگن که خیلی به این کار خاتمه بدید، این کار خوب نیست. ما علاقه بردیم یک قبچه و یک قیامت آدم بردیم زندان کردیم. حالا بس میکنیم باز با یک تعداد انسان ها از طرفداران همین حکومت، از چاپلوساش میبرن چیکار میکنن؟ انا اکنون پیشوای ملت دیگر به خاطر لایک موندن، اینا آزادی بیان، اینا فلان و بسمدان، اینا اجازه داد دیگر میتونید که لایک بگذار، برای لایک دیگه شما رو نسبت اون پرونده جنایی باز نمیکنن. باز هم دروغ، تهمت، در حالی که همین مرشیراف که من در بالا مثال زدم 10 بار رحمان گفت که مرشیراف کرده خاتمه ببخشید. دیگر اجازت نیست که دخترای مردم برای استقبال رئیس محله، رئیس ناحیه، رئیس شهر و نمیفهمم که خودی پرزیدنت، فرزند پرزیدنت، رئیس او یک چاپلوسای مال رحمان است که اوانگارد برای اونا استفاده کرده شود. ولی میبینین که باز هم به مرور زمان اونها رو استفاده میبرن. همین جشن استقلالیت در خوجند خودش نشان داد که دویم بار از تمام همین مردم استفاده کردن. همین اون روزه سفر امام علی رحمانی به ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر روشان و اون دیگر مناطق همین ولایت معلوم مشخص بود که چقدر از مردم سوء استفاده میکنن و چقدر مردم رو مشرف که بردن. حالا ما بگیم که خود در بخش فرهنگی مردم کار میکنن، ولی در اونجا کودکان بودن، طلبگان مکتب صنفی 5 و 6 و 7 و 8 که اونها در شک نیست که دیده میشد که نباید در اونجا اشتراک می داشتن.
اگر طبق همین گفتار ایومالی رحمانوف می بود. ولی ما میدونیم که گفتار رحمانوف از رفتارش فرق میکنه، فقط دروغ و فریب میکنه. بیا دوام اخبار رو میخونیم. او این نقطه رو امروز 29 اکتبر در مراسم افتتاح مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص برای مقامات کارهای داخلی کشور تاکید نکرد. نامبرده ذکر کرد که در برابر نتیجه نظررس در فعالیت‌های مقامات و حفظ حقوق کمبودی‌ها زیاد نیز به نظر می‌رسد. مثلا وقت‌های اخیر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلایل حساب بنده مواد نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعض شهروندان گذاشتن لایک باعث گردیده سرویده اشتباه نوشتن سرسانی و سرگردانی آنها گردیده استاده است. یعنی بعض مقامات نسبت به آنها به اساس پرونده جنایتی آغاز می‌نمایند که این عمل باید خاتمه داده شود، گفته است ایومالی شریپوویچ رحمانوف. خب نگرانی ایومالی رحمانوف در حالی است که در گذشته چندین نفر برای ارسال گذاشتن لایک یا شهر در اینترنت شبکه‌های اجتماعی به گمان جانبداری از آن مطلب به مهلت‌های گوناگون روانه زندان شدند. از جمله 15 آگوست سال روان دادگاه شهر خوجند جمشید امینوف ساکن 68 ساله این شهر را برای در زیر نوارهای دینی از جمله موعظه‌های شیخ‌های عرب تبار که بیشتر با زبان روسی بودند لایک گذاشته بود 5 سال روانه زندان کردند. ببینید ما در همین مطلب قطعی شما صحبت کردیم، گفتیم که یا تعداد انسان‌ها یک موعظه را از یک عالمی دینی چی به زبان روسی باشد چی به زبان توجیکی باشد، چون در تاجیکستان موعظه کردن به دل مردم بند شده است، یعنی شما را اجازه نمیدین که عالمایتان در موضوعهایی که برای شما نیاز است، برای بیداری سیاسی، بیداری دینی شما که از چارچوب دین گرفته شما را امر معروف میکنن ممنوع است، این را دریافت نمیکنید، برمیگردید رو میارید به شبکه‌های اجتماعی و از شبکه‌های اجتماعی این نیارهای خواست دل خودتان که امر معروفی که به درد دل شما دوا دارد گوش میکنید و او را لایک میگذارید، چیکار میکنن؟ شما رو به 5 سال روانه زندان میکنن. حالا همین نفری که به 5 سال روانه زندان کرده شده است، آیا این نفر از زندان آزاد کرده میشود؟ آیا داغی سودی همین جوان از زندان، یعنی که برای زندان کردن زد، این برداشته می شود؟ آیا شما، من از شما میگم بینندگان، شما پاسخ بدید در کامنتار، شما بنویسید که آیا حکومت باید جوابگوی همین نباشد که اینها را بیگناه پس برد از زندان کرده است؟ باید اینها سفید کرده شوند، جبران پول پرداخت کرده شوند، یا اینکه نه؟ خود شما بگویید. وقتی که اقرار گناه میکنید، میگید که این کار غیر قانونی است، این کار نباید انجام داده شود، حتما باید اینا سفید کرده شوند. پس دیگر نمی شود که با دروغ و فریب فقط کار مقامات جوابگویی نداشته باشد. وقتی که میگویید که این کار خلاف معیارها و قانون هاست، همین نگاه کنید، خوب نگاه کنید. مثلا وقتی این گپای اومالی شریپوویچ رحمانوف است، شما خوب گوش کنید، نگاه کنید. مثلا وقتی اخیر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلایل حساب بنده مواد نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعض شهروندان گذاشتن لایک باعث سرزنی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعض از مقامات نسبتا به آنها به اساس، ببینید نقطه خوب، وقتی که ما میگم اقرار گناه میگه یعنی به اساس، یعنی لایک موندن از جانب دیدگاه ایومالی رحمانوف، اون ایومالی رحمانوف 15 سال 10 سال قبل نه، ایومالی رحمانوف امروزه به اساس، یعنی که لیخنیل به اساس پرونده باز میکنن. شما اینجا رو خوب دقت کنید، به اساس پرونده جنایی آغاز مینمایند، به اساس یعنی لایک گذاشتن از دیدگاه خود ایومالی رحمانوف جرم نیست، پس به اساس لایک میگذارن، چیکار میکنن؟ پشت پنجره میبرن. باز در دوام چی میگوید؟ که به این عمل باید خاتمه داده شود. پس مقامات جرم کردن، به اساس به مردم پرونده باز کردن، چرا باید مقامات حفظ حقوق جوابگو نباشن برای کارهای غیر قانونیشان؟ از یک طرفی موضوع که صحبت میکنی، مردم اونقدر بی سواد و بی فرهنگ و بی شرف نیستن که دیگر مطلب میتونن نفهمن. طرف دیگر هم وجود داره. باید این طرفی پرونده هم دید که یک نفر جنایت کرد به اساس به مردم کشور، به یک شهروند تاجیکستان، مخصوصا به این نفری که در رادیوی از یپیلوس اسمش بردن، جمشید امینوف. مثلا این نفر به خاطر یک لایک در بعضی از نوارهای دینی گذاشتن روانه زندان شده از بعد 5 سال.
هر کسی که نسبت این پرونده باز کرده است و این خبر را آورده رسانده است و اساسهای کسایی که موضوع را جمع کردن باید پاسخگوی باشند، پاسخگوی حیات این شخص باشند. مادر این فرزند چگونه عذاب کشیده است؟ خود این مرد 45 ساله بوده است اگر اشتباه نکنم. خودش چقدر عذاب کشیده، فرزنداش، همسرش، خب فشاری روحی که دادن، شما به اینا عذاب دادید، باید که جبران پولی پرداخت کرده شود، این داغ سودی باید برداشته شود از اینها. خب به یک طرفی کار که نمی شود، باید همه جانبه پهلوها را نگاه کرد. وقتی که در حکومت یک انسان دقیق، یک مشاوری دقیق درست وجود ندارد، حاکمیت به اینجا میان نرسد. اگر یک مشاور به مانند شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که عین حال زندانش کردن، اگر مثل اونها پروفسور در سطح حقوق در سطح بالا قرار می داشت و مشورت میداد و اجازت مشورت میداد، کار به اینجا میزد که میگو که رئیس جمهور به شرف، وقتی که تو اینجا میگو که این به اساس برده زندان کرده است، در اساس قانون باید اتوماتیکی با همین درخواست خودت باید در اینجا نسبت هر کسی که این پرونده را باز کرده پرونده جنایتی باز کرده شود. هر ملیسه، هر امنیتی، هر کسی که این مواد ها، این پرونده ها را در جمع کرده باز کرده است، باید نسبتش پرونده جنایی باز کرده شود که چرا شما چون این کارها را انجام دادید. طرز دولت داری درست این روزه در کشور ما دیده نمی شود. وقتی دیده نمی شود کار به اینجا می رسد. خب انتقاد از فعالیت سستی نمایندگان تاجیکستان در روسیه. امامعلی رحمانوف در وخوری همچنان فعالیت و به گفته‌اش سستی نمایندگان مقامات تاجیکستان در قلمرو روسیه تنقید کرده، گفته است که گروه کاری رفته وظیفه‌های آنها را اجرا کرده ایستاده است. خب انتقاد امامعلی رحمانوف از کار نمایندگان تاجیکستان در روسیه که آنها هزارها شهروند تاجیکستان همچون مهاجر کاری کار میکنند، در حالی است که بعضی حادثه‌های کراکوسیت حال که همچون گنبر اساسی 4 شهروند تاجیکستان بازداشت شدند، فشار و تعقیب بالای مهاجران کاری یک بار افزود، ولی مهاجران همواره شکایت میکنند که نمایندگان رسمی کشور در روسیه با آنها کمک نمیکنند. ضمن سفارت تاجیکستان در روسیه با روزنامه‌نگاران نیز همکاری زیش ندارد و در صورت ضروری به آنها معلومات دسترس نمیکنند. یعنی روزنامه‌نگاران معلومات ببینید این قضیه بسیار قضیه دردآور برای ملت تاجیک است. این قضیه‌ای که نمایندگان بی‌شرف تاجیکستان، این نمایندگان سفارت که در تاجیکستان در روسیه میروند، از حساب مال ملک ما و شما در بهترین خانه ها میگیرن و فرزندانشان در بهترین دانشگاه ها درس میخوانند. که من یکی از امونا در نزدیک خانه من زندگی میکرد، معاون سفیر بود اون زمان، اسمش یادم نیست، فرزندش در بهترین دانشگاه های همون کشور درس میخوان، خودش از حساب بودجه کشور خانه پولی اشامه داد در همونجا زندگی میکرد همچون دیپلمات. ولی وقتی خدمت نمیکنن، کار نمیکنن، مثل کرامت شریپوف، عزت امانوف، محمد جان، هزارها نفر وقتی که میآیند دستی کمک یا دراز میکنن، میخوان از دیدگاه حقوقی به مهاجران مهنتی کمک کنند و آنها نسبتشان چیکار میکنن؟ پرونده باز کرده پشتی زندان میبرند. این خیلی دردناک است. اینها کار نمیکنن، امامعلی رحمانوف تنقید میکنن، میگذرد. باید سفیری تاجیکستان در روسیه جوابگری کشیده شود برای این کارهای انجام. ما ولی برای این موضوع باز برمیگردیم. این موضوع را ما بسیار وسیع‌تر صحبت میکنیم. نگرانی از فشارهای قاچاق مواد مخدره. خب دیگه در موضوعهای دیگرش ما برنمیگردیم به خاطری که موضوعش موضوعی ما نیست. موضوعی ما علاقه موضوعی مهاجران مهنتی و امثال اینهاست. و من یک بار دیگه از اینجا از همه برادرانی که این حال ما را تماشا دارند، زیاده از 150 نفر خواهش میکنم که برادران و هموطنان کانال یوتیوب ما کانال نو است و ابونه‌چیش خیلی کم است. ما چند مدت میشود در همین کانال یوست تاجیکستان پخشای مستقیم پیش میبریم و از همه شما خواهش میکنیم و التجا میکنیم که برادران کانال ما را لایک بمونین، پخشای مستقیم ما را شریک بکنین و با اصطلاح روسی پادلیسا بکنین. این امکان میتید که ما بازم بتوانیم جلب بیشتر بشیم برای موضوعهای معین مشخص و برنامه‌های پرمحتوا برای شما آماده کردن و در آینده بازم بتوانیم با یکدیگر همکاری کنیم که در آینده ما وعده میتیم که برنامه‌های خیلی زیادی در نظر گرفته شده است و برای این برنامه‌ها را پیش بردن حتما
بیننده لازم است، شنونده لازم است و تا اینی که ما بتوانیم بیشتر معلومات رو به جامعه تاجیکستان و جامعه بین المللی از طریق همین شبکه‌های اجتماعی برسانیم و از این طریق بتوانیم نفوذ خود رو بیشتر کنیم و اگر نفوذی ما بیشتر شد مطمئن باشید که یک برنامه دقیقی برای رسیدن به اون هدفی ولو کشیده می شود که انشاءالله ما برای او آماده هستیم که مسئولیت رو به عهده بگیریم و بگردیم وطن و وطن خودمون رو بسازیم. بر اساس همین برادران و خواهران از همه شما خواهش میکنم این حال نوار ما رو در شبکه یوتیوب و فیسبوک لایو بگذارید لطفاً و کامنتاری هم بیشتر بنویسید. صدای ما هست یا نیست و سوال هایی که من در روند برنامه برای شما میگذارم کوشش کنید در سوال ها پاسخ بدید که هماهنگی بین ما و بینندگان وجود داشته باشد تا ما احساس کنیم که همین چیزهایی را که ما در اینجا پیشکش شما میکنیم حتما شنونده دارد و برای مردم فایده آور است و اگر این چیز احساس کردن نشود برنامه دقیق است که انجام دادن نمی شود. وقتی که ما میگیم که درباره قانونمندی صحبت کردیم این حال که امام رحمان و حاکمیتش قانونمند نیست و وقتی که حرف میزند حرفش در مقابل حرف دیگرش می ایستد متضاد حرف دیگرش است، این واقعا برای ما سخت است و اگر دوستان و هموطنان زبانی من فهمیشش برای شما سخت است و بازم در کامنتاری بنویسین، من مثل برنامه بعدی من کوشش میکنم که آسان‌تر برای شما صحبت کنم تا اینی که بتوانیم یک برنامه خوبی داشته باشیم هم دیورون. خب ولی لطفاً برادران از همه شما خواهش میکنیم که برنامه ها را دستگیری کنیم. ما برمیگردیم دوستان عزیز و هموطنان در موضوع همون 120,000 مهاجران مهنتی صحبت خواهیم کرد که از جانب فدراسیون روسیه لیست تشکیل کرده شد و آماده کرده شد که 120,000 نفر نامشان در اونجا هست و در کوتاه‌ترین فرصت اونها را اخراج اجباری از روسیه تهدید میکنند. به اصطلاح روسیه اونها را همچون یک انسان‌های جنایتکار و کسانی که در روسیه قلمرو روسیه قانون ها را مثلا چی نکردن، مثل قانون ها رفتار نکردن، یک جریمه دارن و یا کار دیگه کردن که خلاف قانون ها و معیارهای روسیه هست، آنها را در این لیست آدمای خوفناک یا که آدمایی که باید اخراج شوند وارد کردن و اینها امکان دارد اخراج شوند. و علاوه بر این برمیگردیم در مسئله پتن و قیمت شوی پتن صحبت خواهیم کرد و مشکلات مهاجران مهنتی که اونها یک لیست‌های روسیه چگونه بالای این مردم حمله میکنن صحبت خواهیم کرد. و ما از رادیوی آزادی یک اخبار برای شما عین حال پیشکش میکنم و بعدا بازم صحبت ادامه میدیم. برادر من همین نوار برای شما پیشکش کنم. خب ما برمیگردیم بعد. خب موضوع مهاجرت را ادامه میدهم. حکومت تاجیکستان از بیشتر از 120,000 شهروندان کشور که در روسیه کار و اقامت میکنند خواستند تا 3 ماه دیگر با مراجعت به اداره‌های مهاجرت و یا کارهای داخلی در آن کشور حجت‌هایشان را درست کنند. در عکس حال به گفته مقامات به فهرست آنهایی میافتند که باید از روسیه به چون و چرا و پرسپاس اخراج کرده شوند. همکارم مولارجب یوسفی این مسئله را تحقیق کرد و حالا در بری من در استودیو است. سلام مولارجب، سبب این مراجعه وزارت مهنت تاجیکستان با مهاجران چی است؟ سلام شلا، درود بینندگان عزیز. بله شلا، وزارت مهنت و یا کار تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در روز 22 اکتبر گفته است که از روز 5 فوریه سال آینده در روسیه قانون نو درباره اقامت خارجیان در آن کشور حکم اجرا می‌گیرد و ممکن است احوال ده‌ها هزار مهاجر تاجیک را بد کند. در بیانیه آمده است بر اساس سندهای نو درباره اقامت خارجیان، وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اجرا و یا دپارتات اخراج و یا دپارتات سه را به راه می‌اندازد و روی خط شخصان تحت نظارت را تهیه کرده است که در آن زیاد از 120,000 شهروند تاجیکستان همچون افراد قانون شکن ثبت شدند. یعنی بعد روز 5 فوریه همه این مردم یکباره به فهرست آنها وارد میشن که در صورت افتادن به دست ماموران پلیس به یگان سوال جواب آنها را به بازداشتگاه میبرند و به تاجیکستان اخراج میکنند. در روی خط شخصان تحت نظارت در روسیه آنهای ثبت شدند که در قلمرو این کشور یگان قانون شکنی کردند.
یا غیر قانونی کار میکنند یا فرق ندارد، قرضداری از پول تلفن، رعایت نکردن قاعده حرکت در راه و یا قانونشکنی‌های سخت دیگر به مثل جنایت. مراجب وزارت به مهاجران تاجیکی که به این رویخط به اصطلاح سیاه افتادند چه توصیه داده است که باید چیکار کنند؟ وزارت مهنت تاجیکستان گفته است شهرانی که در این رویخط هستند باید تا روز 5 فوریه سال آینده به مقامات روسیه مراجعه کنند و اگر مشکل قانونی داشته باشند حل نمایند و یا عموما قلمرو روسیه را ترک کنند. در بیانیه وزارت آمده است شهروندانی که در رویخط قرار دارند باید حضور خود را قانونی یا پروپیسکا کنند، چون که در صورت این کار را نکردن به طور اتوماتیک به رویخط شخصان اخراج شونده شامل میشوند و حق رفتن به روسیه را از دست میدهند. واقعا وزارت نام همه 120,000 نفر را نشر کرده است. مهاجران می توانند این رویخط را در وبسایت وزارت مهنت ببینند. ظاهرا در این فهرست آنهای هم هستند که از روسیه الکی اخراج شدند و یا کشور را ترک کردند. وزارت مهنت به این مردم توصیه داده است که اگر در تاجیکستان یا کشور دیگری هستند برای بیرون کردن نامشان از فهرست نسخه شناسنامه خارجی خود را با نشان دادن مهر عبور سرحد و مقامات مهاجرت جای زیست خود در شهر مایه‌های جمهوری پیشنهاد نمایند. خلاصه شهلا مقامات تاجیکستان که امسال با مقامات روسیه درباره مهاجرت کاری و آزار و اذیت تاجیکان در روسیه رد و بدل‌های زیاد داشتند می‌ترسند که بعد ماه فوریه اخراج و یا مشکلات قانونی مهاجران تاجیک زیاد می شود. بله، تشکر مراجع برای تفصیلات. مهاجران عزیز، همانگونه که مراجع گفت رویخط در سامانه مهنت نقطه TJ گذاشته شده است. اگر شما نام خود را در آن دیدید تا آخرین لحظه منتظر نشده طبق توصیه های مقامات تاجیکستان عمل کنید. خب دوستان عزیز، بیاید همین اخبار ما تحلیل میکنیم و با هم در همین موضوع صحبت میکنیم. اگرچه این نوشته شده است من میتونم این اخبار رو از طریق نوشتجاتش برای شما بخونم و تحلیل کنیم، ولی باز هم در نوار ما میتونیم تحلیل بکنیم تا بینندگان هم اخبار رو بشنون و هم تحلیلی ما رو ببینید. همین از اول سال تا امروز حکومت امامعلی رحمان واقعا برای دفاع از خودش، دفاع از مهاجرین مهنتی شما باید دو چیزا از هم جدا کنید. یعنی که اگر دفاع از مردم است و دفاع از خود است، یعنی تو میتونی از خود دفاع کنی یا که از کسی دیگه برای دفاع کنی. دفاع کردن از حق یک انسان این شرف است، تو میرای حق یک انسان رو دفاع میکنی. ولی حکومت رحمانوف واقعا به خاطر دفاع خودش نه، به خاطر دفاع مردم نه، به خاطر دفاع خودش چیکار کرد؟ از اول سال تا این جانب تلاش و کوشش دارد که همین وضعیتی که در روسیه نسبت مهاجران است کمک بهتر شود، ولی باز هم پیروز نمیشن، موفق نمیشود. چرا این کار میکنند؟ به خاطر آنه که اگر که مهاجران مهنتی که 120,000 عینی در همین لیست هست دپارتاسیون شوند و در تا ماه فوریه به تاجیکستان برگردانیده شوند، حالت تاجیکستان تا کجا میرسد؟ شما ببینید که 20,000 نفر یک باره برمیگرده تاجیکستان میرود. اونها بعد از 2 ماه در تاجیکستان موندن نان میگویند، باز چی میگویند؟ آب میگویند، جای کاری میگویند و هزارها چیز دیگر از همین حکومت طلب میکنند. حکومت برای برقرار کردن و دادن جواب برای همین انسان ها آماده نیست. یعنی نه جای کار برای تو آماده کرده است، نه برای تو آماده است پول اجتماعی بتیاد که تو بتونی در خانه کار نداشته باشی پول بگیری، و نه برای یگون زمینی بتیاد که تو در روی زمین کار کنی رزقت رو پیدا کنی. وقتی که شما در تاجیکستان با این مشکلات روبرو شدید، مجبورید که چیکار کنید؟ در حاکمیت برید و یک انقلاب به میان میآید و حکومت از همین میترسد. برای حفظ جان خود و بقای خود چیکار میکند؟ میرود با روسیه گفتگو میکند و کوشش میکند که همین مهاجران مهنتی چیکار نکنند، دپارتاسیون نشن. ولی چرا پیروز نمیشود؟ باز این از همه دردآورش همین است. بگذار حکومت برای بقای خودش همین کارا بکند، حد امکان از یک مهاجر مهنتی دفاع کند، ولی چرا باز پیروز نمیشود؟ بدبختی کار بود در همین جا است که با اینقدر ملاقات‌هایی که همین سال داشتن، از رستم امامعلی شروع کرده، به امامعلی خود داشت، به دیگر نمایندگان وزارت‌ها و نهادها، ولی باز هم موفق نمیشن. این همین بدبختیش در همین جا. چرا باز هم موفق نمیشن؟ معلوم و مشخص است که وقتی که جامعه شهروندی از بین رفت و دفاعگر مردم که به او باوری دارند پیدا نشید،
حکومت نمیتوند گفتگو کند با حکومت‌های دیگر. در روسیه مثلا کدام یک بخش دقیقی ماندگی است که از دیدگاه حقوقی میتوانند مهاجران مهنتی را بسیج کنند؟ آیا سفیر میتوانند مهاجران مهنتی را بسیج کنند؟ امکان ندارد، چون اگر بسیج کنند درد سر خودش میشود. هر او زنگ میزند، نان میگوید، آب میگوید، مال میگوید. در سال 2020 وقتی که کووید 19 شروع شده بود، همین عزت امان اینقدر به مردم کمک میکرد، از کجا پول مال میآورد؟ از این مردم یک کس میگیری به یک کسی دیگه میداد. مردم گرسنه بودن، مردم پراکنده بودن، ولی در نزد یک انسان به مانند عزت امان چیکار کردن؟ متحد شدن. در مدت تقریبا 3 ماه کانال یوتیوب همون انسان به 100,000 ابونچی پیدا شد و ویدیوش تا 1 میلیون آدم بیننده میگرفتن. به خاطر چی؟ لایفاش 15-20 هزار در یک شب تماشابین داشت. میدونی سبب هایشون در چی بود؟ به خاطر اون بود که اینها به مردم میدادن، خدمت میکردن، یعنی پول برمیگردوندن. وقتی میگو که برادر من جای خواب ندارم، میگو با آفیس بخی بیا، یک خیرخواه دیگر پیدا میکرد عزت امان، میگو که بیا برای این دودر، برای این اکا، برای این مادر، برای این خواهر به جای کار تامین که جزاش خیرش از الله بخواه، ثوابش از الله بخواه، براش کمک میکرد. اما سفیری کار نمیکند. وقتی که مردم رو بسیج کردن نمیتوانی، مردم به تو اعتماد نمیکنن، به کارهای غیر قانونی دست میزنند و این همون روندی فشار زیاد میکند. ببین خود مقامات حکومت تاجیکستان درخواست میکنند که کسایی که ذره در یک جا به یک نوار دینی لایک میمونه، کار میمونه، برای اونها رو دپرسیون کنه، روی کنه تاجیکستان ما زندان کنیم، ما زوام بگیریم. آخه همین مقامات روسیه را یاد گرفتن دیگر. بازی هر کاری که یک عملی سیاست‌های جهانی انجام داده می شود، یک تاجیک پیش میبرند میزنن و چیکار میکنن؟ او را تهمتش میکنن. هزارها تاجیک دیگر چیکار میکنه؟ شتم میخورد. و وقتی که مقامات میاد میخواد که خودش حفظ کند، چیکار میکند؟ روسیه به عهده نمیگیرد. میگه این تاجیک، این شهروند، تو علم با آموز، مدنیت با آموز، فرهنگ با آموز، تا مغزشویی کردن نشود. وقتی که در مکتب‌های تاجیکستان شما با اینا مدنیت نمی‌آموزید، علم نمی‌آموزید، فرهنگ نمی‌آموزید، این جوانی تاجیکی که وقتی روسیه میآید مکتب تمام نمی‌کند، زبان نمی‌داند، فرهنگ نمی‌داند، علم ندارد، چگونه می‌تواند در روسیه این اینتگراسیون کند؟ چگونه می‌تواند خودش در همون جامعه درست بکند؟ وقتی که شما درس عقیده ندارید، درس زبانی درست ندارید، در مکتب ها به فساد می شود همه چی را خرید، چگونه اینها بتوانند موفق شوند؟ چگونه بتوانند اینها در روسیه زندگی کنند؟ امکان ندارد. هر کسی که اومد در یک سیاست بین المللی، مثلا همین کراکو سیتی، آیا فکر میکنید کراکو سیتی بازی دست تاجیکا میخواستن در کراکو سیتی برای حمله تروریستی کنند؟ کدام تاجیک میخواد این کارو بکنه؟ چه هدف دارد یک تاجیک این کارو بکنه؟ همه شما خودتون سوال کنید که یک تاجیک برای یک عمل تروریستی در روسیه انجام دادن چه هدف دارد؟ هدف یگان تاجیک موجود نیست. تاجیک هدف ندارد، بلکه هدف سیاست‌های جهانی و بین المللی است که میخواهند در یک کشورهای دیگر از طریق مال و زرخریدهاش کار کنند، بیان کارهای تروریستی انجام بدهند و او را میکوند کسایی که بی سواد، بی فرهنگ، بی مدنیتن، از روی اونها را استفاده کنند و برند در این عملهای تروریستی دست بزنند. بعد با کی را پیدا میکنند؟ همین تاجیکی چوبی را که برای چیکار کند؟ در یک جا خودش را قربانی کند. دیگر کسی دیگر را پیدا نمیکنند. چرا؟ چون تاجیک چی ندارد؟ فرهنگ ندارد. فرهنگش بر وقت به این حکومت دیکتاتور عمر رحمان و غضبان رفته است. ناموسش کو بر وقت حکومت همه مردم ما را، تقریبا 90% مردم ما را، همین بیداری دینی و بیداری که برای ناموس آینده ملت رو باشه تقریبا از بین بردن. بیداری علمی که کاملا از بین بردن، مردم ما را کاملا بی سواد کردن. سواد امروز در مردم ما تقریبا دیده نمی شود. نه زبان روسی را میدونن، نه زبان انگلیسی را میدونن، نه فیزیک و ریاضی، و اصلا سوادناکی در مردم ما در سطح پایان است. وقتی که سواد دینی که در تاجیکستان دین ممنوع است تدریسش، نه عقیده دینی را میدونن، نه عقیده تحوی، یعنی یگان عقیده در تاجیکستان نخوندن. وقتی که یک انسان میاد 4 حدیث سنت 4 آیت چو میگه، به هر عملی که همون میگه میرن انجام میدن. و سیاست بین المللی
نفوذ بین المللی چیکار میکند؟ در اینجا میاد از اینها همچون چوب استفاده میکند و میگیرد مخشوبی میکند میبرد دیگه در کراکو سیتی را حمله کن. این حمله برای کی لازم بود؟ برای امریکا، برای چین، برای افغانستان، برای اوکراین، برای کی هدف داشت؟ آخه برای تاجیکا همین حمله کراکو سیتی چی معنی داشت؟ مفهوم کی نداشت؟ تاجیک در همونجا چی مفهوم داشت که اونجا رو ترک کند؟ مگر ما با روسیه جنگ داریم؟ یعنی وقتی که ما میخواهیم یک نقطه رو نظر کنیم، اول نقطه اصلی نظر میگیریم همین هدف چی بود؟ چرا ما باید به کراکو سیتی حمله کنیم؟ تاجیک ها چرا به کراکو سیتی باید حمله کنند؟ همین سوال ما باید به خودمون بکنیم که ما چی هدف داریم. امروز 8 تا 10 نفر شهروند ما در اونجا رفته است، در زندان ششته است به گمانبری که به کراکو سیتی حمله کردن. پشت این حمله چی میستد معلوم نیست. چرا تاجیک اونجا باید حمله کنند معلوم نیست. و مقامات با چیکار میکنند؟ به جای اونه که بیان نسبت همین حکم شکایت کنند، نسبت همین حکم اعتراض کنند، بیاین و ادوکات بگیرند، در مقابل همینا مبارزه ببرند، چیکار کردن؟ مادر و پدرای همین اشخاص در تاجیکستان باز فشار آوردن که حرفی نزنید، با کسی به رادیوی آزادی یا که با دیگه نفرا مصاحبه و یا اینترویو نتید. این مشکلاتی است که مردم ما دارند. بیا گوش کنیم که چقدر مهاجر مهنتی قربان همین سیاست‌های بین‌المللی و قربان بی‌سوادی، بی‌معرفتی حکومت دیکتاتوری عملی رحمانوف می‌شود. موضوع مهاجرت را ادامه می‌دهم. حکومت تاجیکستان از بیشتر از 120,000 شهروندان کشور که در روسیه کار و اقامت می‌کنند خواستند تا 3 ماه دیگر با مراجعت به اداره‌های مهاجرت و یا کارهای داخلی در آن کشور حجت‌هایشان را درست کنند. در عکس حال به گفته مقامات به فهرست آنهایی می‌افتند که باید از روسیه به چون و چرا و پرسپوس اخراج کرده شوند. همکارم لورجب یوسفی این مسئله رو تحقیق کرد و حالا در بری من در استودیو است. سلام لورجب، سبب این مراجعه وزارت مهنت تاجیکستان به مهاجران چی است؟ سلام شلا، درود بینندگان عزیز. بله شلا، وزارت مهنت و یا کار تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در روز 22 اکتبر گفته است که از روز 5 فوریه سال آینده در روسیه قانون نو درباره اقامت خارجیان در آن کشور حکم اجرا می‌گیرد و ممکن است احوال ده‌ها هزار مهاجر تاجیک را بد کند. در بیانیه آمده است بر اساس سندهای نو درباره اقامت خارجیان، وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اجرا و یا دپارتات اخراج و یا دپارتات را به راه می‌اندازد و روی خط شخصان تحت نظارت را تهیه کرده است که در آن زیاد از 120,000 شهروند تاجیکستان همچون افراد قانون شکن ثبت شدند. یعنی بعد روز 5 فوریه همه این مردم یکباره به فهرست آنها وارد میشن که در صورت افتادن به دست ماموران پلیس به یگان سوال جواب آنها را به بازداشتگاه میبرند و به تاجیکستان اخراج میکنند. در روی خط شخصان تحت نظارت در روسیه آنهای ثبت شدند که در قلمرو این کشور یگان قانون شکنی کردند یا غیر قانونی کار میکنند یا فرق ندارد، قرضداری از پول تلفن، رعایت نکردن قاعده حرکت در راه و یا قانون شکنی های سخت دیگر به مثل جنایت. رجب، وزارت به مهاجران تاجیکی که به این روی خط به اصطلاح 30 افتادند چه توصیه داده است که باید چیکار کنند؟ وزارت مهنت تاجیکستان گفته است شهروندانی که در این روی خط هستند باید تا روز 5 فوریه سال آینده به مقامات روسیه مراجعت کنند و اگر مشکل قانونی داشته باشند حل نمایند و یا عموما قلمرو روسیه را ترک کنند. در بیانیه وزارت آمده است شهروندانی که در روی خط قرار دارند باید حضور خود را قانونی یا پراپیسکا کنند، چون که در صورت این کار را نکردن به طور اتوماتیک بر روی خط شخصان اخراج شونده شامل می شوند و حق رفتن به روسیه را از دست می دهند. واقعا وزارت نام همه 120,000 نفر را نشر کرده است. مهاجران می توانند این روی خط را در وبسایت وزارت مهنت. بازم برادران و خواهران عزیز و گرامی، من از همه شما خواهش میکنم که اگر دوستان و هموطنان میخواهند که پیدا کنن این لیسته به سامانه وزارت مهنت شامل شوند و سامانه وزارت مهنت نگاه کنند که در اینجا 120,000 نامنویس شده است و اسم شما در کجاست، با الف با اگر که اشتباه نکنم نوشته شده است و برای به خطر بدنتون در حدود فدراسیون روسیه به همین سامانه وزارت مهنت مراجعت کنید و برای قانونمند بدن در حدود روسیه تلاش کنید، زیرا این چیز میتواند به آینده شما خطر ایجاد کند که شما را از فدراسیون روسیه دپارتاسیون کنند. اگرچه
رفتن ما به تاجیکستان یک چیز مهم است. ما باید بر بگردیم. 120,000 مهاجر به تاجیکستان بر بگردد، خودش یک انقلاب در تاجیکستان آماده می شود و این بسیار فایده آور برای آینده تاجیکستان است و این چیز من یک خیری را برای آینده تاجیکستان میبینم. اما علاوه بر این من باز هم نمیخوام بازم همه اینه که فایده هاش موجود است، ولی باز من نمیخوام مادر بی ریسک بماند، مادر گرسنه بماند، فرزند گرسنه بماند و همسر گرسنه بماند در تاجیکستان. این چیز واقعا سخت است برای شخصی که مهاجر مهنتی کار کرده در فدراسیون روسیه و پدر مادرش در تاجیکستان به انتظار یعنی که فرزند مکیف پول روان میکند که بتوانیم یک قبچه آرد یا اینکه یک بخلشکر روغن و یا چیز دیگری بگیریم. واقعا این چیز سخت است و این رو ما درک میکنیم چون خودم یک مهاجر مهنتی سالها کار کردم و این حالم در قلمرو دیگر کشورها کار میکنم و این چیز واقعا سخت است. بر اساس همی شما برای قانونمند بدن اتون در فدراسیون روسیه واقعا تلاش کنید و اگر که شما اینجا یگانه درآمدی دارید و در تاجیکستان هیچ درآمد دیگه ندارید، زمین ندارید که بالای زمین کار کنید و جای کاری برایتون در نظر گرفتن نشده است و شغل ندارید که در آینده برگشت تاجیکستان کار کردن نمیتونید، تلاش و کوشش کنید که همین قانونمند بدنتون رو دوباره برقرار کنید، بدروید نگاه کنید در سامانه اگر که اسمتون در اوجا هست و او اسمتون بگیرید، برید و اداره پلیس مراجعت کنید و بگویید که اسم من در این لیست هست، من آماده هستم که خودم رو قانونی کنم و از راههای قانونمندیش اون نکات قانونی که هست اون رو اجرا کنید و در فدراسیون روسیه باقی بمانید. و اگر شما این لیست پیدا نمی کنید، من شماره تلفنم رو در اینجا میگذارم. ما مسئولیت جوانان تاجیکستان در اینجا، من شخصا بازم خودم به عهده میگیرم که هر کسی که اسم نسبش رو پیدا کرده نمیتونه سامانه اون مقامات وزارت مهنت رو پیدا کرده نمیتونه در واتساپ من بنویسد. من این حال شمارم رو در اینجا مینویسم و من کوشش میکنم که توسط این واتساپ با شما کمک کنم توسط این شماره تلفنم تا اینه که ما بتوانیم، یعنی من بتوانم برای شما در این مورد کمک کنم. من این حال خب بهتر تلگرام هم می‌نویسم دوستان، در تلگرام من بنویسید، من تلگرام برای شما این حال اینجا می‌نویسم. شما میتونید در تلگرام برای من بنویسید و من کوشش میکنم که برای شما کمک کنم. خب دوستان عزیز و هموطنان گرامی، این شماره تلگرامی من است. همونطور که شما میبینید در جای اسم من تلگرام شماره من برآمد و در همین تلگرام شماره من هست و اگر که شما دوستان میخواهید فهرستی لیستایی که برای شما است اون رو پیدا کنید و ما برای شما کمک میکنیم و البته ما میتونیم که یک شما برای من بنویسید و من یک تلگرام کانال جدیدی هوی میکنم در اونجا اسم شما اسم کسی نیست و در اونجا بینندگان و شاید هم در آینده در همین برنامه بعدی این کانال اعلام بکنیم، کوشش میکنیم که بتوانیم اسمی هر نفری که در اونجا هست با همون الفبا درست کرده برای شما روان کنیم و شما میتونید از طریق همین اون اسم ها را پیدا کنید و اگر شما هر طریق تلگرام کمک میکند مثلا که این فونکسیون را دارد که شما مثلا اب نویسید همون اسمایی که با حروف ا هست اونها پیدا شود، ب نویسید اسمایی که با حروف ب هست اونها پیدا شود و از همین طریق این مشکل شما حل کرده می شود. این شماره تلگرام من است و شما میتونید از همین طریق برای من در تماس بروید و من در شماره در تلگرام برای شما کمک میکنم وزارت مهنت بدرم و اون لینک وزارت مهنت برای شما روان کنم در تلگرامتون، شما بدروید اسمیمونه از اونجا پیدا کنید و اگر شما با مشکل روبرو شدید و امیدوارم که با مشکل روبرو نمیشوید و این مشکلات رو خودتون حل میکنید و اونقدر کاری سختی هم نیست ان شاء الله. دوستان و هموطنان عزیز، علاوه بر همه این بازم مشکلاتی از همه بدتر این است که در روسیه یک گونه بدبینی بعد از همین حمله کراکو سیتی به مهاجران مهنتی مخصوصا به تاجیکان به میان آمد. من در برنامه‌های قبلی درباره مشکلات سوداگران صحبت کردم که واقعا کسانی که در روسیه زیادی مردم تاجیک در بازارها سودا میکنن، در گولیا سنتر دارن، مغازه‌ها دارن و واقعا مشکلات روبرو شدن که حتی روسا میان به اینها نغمه میپرتاین، لقمه میپرتاین و
تحقیر و توهین میکنن و نجات پرستی میکنن که شما تاجیک هستید، شما اینا را کشتید و نکشتید و هزارها حرفای بدی دیگری میزنن. و علاوه بر این ملیسه ها و برخورد ملیسه ها واقعا بعد از کراکوسیتی به شهروندان تاجیکستان وحشیانه شده است. دستگیر میکنن، لطوکوب میکنن، دپارتاسیون میکنن و هر کار میخوان نسبت یک شهروند تاجیکستان انجام میتین و هیچ نفر متاسفانه دفاع نمیکنند، هیچ نفر حرف نمیزند و هر روز حالت مهاجران مهنتی بدتر و بدتر می شود. این واقعا یک حالت ننگین در تاریخ مردم تاجیک است که یعنی مایی که در گذشته توانایی خیلی وسیعی داشتیم، دولت داری داشتیم، فرهنگ داشتیم، زبان داشتیم، خب دیگه تمام پیشروی ها از جانب ما بود، علم طب از ما بود، علم ریاضیات از ما بود، خب جامعه شناسی از ما و هزارها علم‌های دیگری از همین سرزمین ما برخواست است و واقعا ما نفوذ خیلی قوی داشتیم در جامعه جهانی. ولی امروز ما را به اونجا آوردن رساندند که در اون سطح اومدیم رسیدیم که در خارج کشور اومدیم توالت روسا را تمیز میکنیم، تازه میکنیم و تحقیر و توهین میشیم برای همون کارهای پسمانده ای که یک انسان انجام میتید. ببینید بسیار سخت است، ما میریم برای دیگر ملت ها بدترین کارها را انجام میتیم، بدترین شرایط در بدترین شرایط کار میکنیم، باز توهین تحقیر میشیم. نباید ملت ما خودش رو اینقدر پایان بفراد. واقعا ما در بدترین حالت و در بدترین شرایطی که یک ملت قرار میگیرد ما عین حال قرار گرفتیم. شما باید بدونید که وقتی که ما دولت داری داشتیم، وقتی که ما زبان فرهنگ داشتیم، وقتی که ما مدنیت داشتیم، روس‌ها اصلا نه دولت داشتن، نه فرهنگ داشتن، نه هیچی. اینها هم یک کوچمنچی در صحراها زندگی میکردن، از اینجا به اونجا فرار میکردن. اینها مقر نداشتن. ولی ما دولت داشتیم، دولت داری داشتیم، فرهنگ داشتیم، زبان داشتیم، علم داشتیم، دین داشتیم. اینا همین هیچ چیزی همینا رو نداشتن. بر اساس همین یعنی ما نباید اینقدر خود رو ناچیز بشماریم از علم، از فرهنگ، از همین از گذشته و آینده خود چی باشیم، دور باشیم. باید همه اینها رو در هم ببینیم. باید نمونه مثالش رو در همین برخوردی ملیسه ها به تاجیکا میبینیم. در رادیوی آزادی یک عملیاتی بیرحمانه اما نسبتی تاجیکا صورت گرفته است. بیا همین رو ما میبینیم. بعداً بازم صحبت های دوام می‌کنیم. صحنه از حمله پلیس به خوابگاه مهاجران در بالاشخوای مسکو. کارمندان عمان با زور درها را شکستند. در نوار دیده می شود که مهاجران دستها به پشت به زمین خوابیدند. صحنه های بیرحمی که خود مقامات روسیه ثبت و پهن نمودند. حادثه شب 27 اکتبر رخ داده است. روسکای ابشینا، یک سازمان ملت‌گرای روس که مقامات را در چنین عملیات همراهی می‌کند، از بازداشت 100 مهاجر در این حمله خبر داده است. زنها هم استثنا نیستند. این سازمان ملت‌گرا گفته است نصف دستگیر شده ها جریمه و نسبت به برخی برای راه اندازی مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایی باز شده است. بازداشت شده ها را مهاجران از آسیای مرکزی نامیدند، ولی حرف از تاجیک و تاجیکستانی شنیده می شود. اینجا باز کی تاجیک است؟ به این بگوید که چطور به روسیه آمد و به زبان روسی امتحان سپرد. این بازداشت ظاهراً آخری کار نیست. مقامات دوستان عزیز و هموطنان شما اینجا ببینید، خوب دقت کنید. یعنی مخصوصاً میگید کی با تاجیک است در اینجا. شما این نقطه رو خود به اهمیت بدید. یعنی فقط بدبینی نسبتی تاجیک هاست. مثلا در کامنتر یک بدبخت هرچی همینجا نوشته است، ما هم قدر اگر چی میگیم که اگر رحمانوف امروز میخواهد حاکمیت و ملت سرفراز باشد، حدی میکنه یا خدمت کند برای مردم. هیچ کسی در برنامه ما نمیدارد، ما را تماشا نمیکند، با ما همکاری نمیکند. وقتی که چنین رفتار و چنین برخورد نسبت تاجیک میکنه، شما ببینید این حالت رو ببینید، در خوابگاه میکشن. این حالت ملت تاجیک است. باز میگه کی اینجا تاجیک است، فقط اون پاسخ بدهد کی تاجیک است، چطور آمده است، آیا امتحان زبان گذشته است یا نگذشته است.
شما همین رو میدونید. این رو باید درک کرد. کسی درک میکند که اصلیت خود رو میشناسد، هویت خود رو میشناسد، میداند که یک تاجیک است، تاجیکستانی است و فرزند این سرزمین است و این ملت کسی بود در گذشته و امروز هم کسی هست و باید فردا بازم بزرگتر از اون گذشته شود. اینها فقط درک میکنن، این گونه اشخاص. تعداد چون خیلی در تاجیکستان عین حال کم است. متاسفانه امروز تاجیکستان را 4 تا غلامزاده در سر قدرت شسته به دست گرفته است و مردم رو میخوان مثل خود غلامزاده کند که فقط در فرهنگت، در لغت، در فکرت این باشد که نه، من توانایی اداری، توانایی پیشرفت رو ندارم. یعنی فکری تو رو همیشه به خود چون پابند کنن که نه ما اینا هستیم و این کار انجام دادن نمیتوانیم. میفهمیم برادر مشکل در کجاست. برای همین وقتی حالت یک انسان میبینه سرش درد میکند، باز میگه تاجیک کیست؟ بیاید گوش کنیم، خوب نگاه کنید. فقط هدف تاجیک است، کسی دیگه نیست. پس زدن، اهانت کردن به شأن و شرف تاجیک. غیر قانونی پرونده جنایی باز شده است. بازداشت شده ها را مهاجران از آسیای مرکزی نامیدند، ولی حرف از تاجیک و تاجیکستانی شنیده می شود. اینجا باز کی تاجیک است؟ به این بگوید که چطور به روسیه آمد و به زبان روسی امتحان سپرد. این بازداشت ظاهراً آخری کار نیست. مقامات روس خبر دادند که روز 28 اکتبر باز 150 مهاجر را در بلاشی دستگیر کردند و برخی را برای سفربری به ارتش در کمیسریت حربی ثبت نام نمودند. اشاره که آن را همچون سفربری به جنگ اوکراین می‌فهمند. در حوزه کراسنویارسک در چنین عملیاتی در روز 28 اکتبر کارمندان کمیسریت مقامات انتظامی را همراهی نمودند. در این عملیات حدود 230 مهاجر دیگر بازداشت شده است. پایان کار طبق معمول پس از فشار و اذیت، جریمه، اخراج به وطن یا سفربری به ارتش است. برای فشار و اذیت و وضع بد مهاجران انگشت انتقاد بیشتر به سوی حکومت تاجیکستان و روسیه بلند می شود که یکی هیچ تلاشی برای بهبود شرایط مهاجران نمی کند و دیگری به مهاجرت غیرقانونی آگاهانه راه می دهد و نمایشکارانه مهاجران را همچون وسیله فشار، آزار و اذیت می دهد. عملی که سازمان‌های حامی حقوق بشر آن را نمونه بدترین پایمالشوی حقوق انسان می‌دانند و پایان آن همانا به نظر نمی‌رسد. دوستان عزیز و هموطنان، همینجا یک نقطه دیگر را من در اینجا ذکر کنم که همین مردای روستابو را در اینجا می‌بینید. اینجا فقط تاجیک توقع نیست، اینجا روس‌ها هم هستند. این یک تشکیلاتی عامه مردمی از جانب روس‌های فاشیستی است که آنها بر اساس بدبینی نسبت ملت تاجیک میروند خوابگاه به خوابگاه میگردند، وضعیت میبینند در اونجا تاجیک‌ها در کجا زندگی میکنن و اونها زنگ میزنن به ملیسا و میگن بیایید. با در داخل ملیسا همین بدبین‌هاش میآیند و اینجا این مهاجران مهنتی را به زانو میشنونند، در روی زمین خواب میکنن، لخت و کوب کرده میگیرن و اداره‌های پلیس میبرن و نسبت چون پرونده باز میکنن، پولشون هم میگیرن، میزنن، شاید که مجبوری دیپارتیشنش میکنن به تاجیکستان. این حالت امروز به اینجا آمده رسیده است که نه تنها پلیس بلکه همین نجات پرستا، فاشیست ها چیکار کردن؟ میآیند و این کارا رو میکنن، در حالی که روس ها ادعاها میکنن که ما فاشیست های آلمانی را از بین بردیم و به قتل رسانیدیم، گرمانیا را از نجات پرستا چیکار کردیم؟ از نازی ها نجات دادیم. وقتی شما گرمانیا را از نازی ها نجات دادید، چگونه چنین نازی و نجات پرستا در کشور شما پیدا شده است؟ آخه این گونه کار که نمی شود. حاکمیت توانایی گفتگو را ندارد. این اینجا شما میبینید این قدر تلاش کرد ولی تلاش بی نتیجه. بازم فشار، شکنجه، تهدید، پس زدن، دیپارتیسه کردن و ده کارهای دیگر نسبت تاجیک، فساد گرفتن. حاکمیت شش دست دو دستش در بنیش نگاه دارد. باز رحمانوف میگوید که شما کار نمیکنید در فدراسیون روسیه. آخه کی کار کند؟ همه را بردی زندان کردی. عزت دمان رو زندان کردی.
کرامت شریف و زهر داده کشتید و دهها کارهای دیگر که کی دفاع کنند. همدیاران، این قضیه واقعا نگران کننده است. و حالت توجیک واقعا در یک حالت خیلی سخت قرار دارد و ما و شما یگانه کاری کردن میتوانیم کمک و دعا میکنیم در حق همه برادرانی که در این شکنجه ها، در این ظلمی که در اونجا قرار گرفتن، پروردگار صبرشو بتید و رهاشو کنند از این ظلم. و ما دعا میکنیم که پروردگار امالی رحمان و حاکمیتش رو در کوتاه‌ترین فرصت از بین ببرد و به این ملت، به این کشور یا سروری درست رو احیا کند که ما بتوانیم با هم در سرجمعی کشور خود، ملت خود، آینده خود را بسازیم و تصمیم بگیریم. همدیران و هموطنان عزیز، تا زمانی که ما و شما همین گونه رفتاری که عین حال انجام داده شود، تا زمانی که ما و شما به عمل برنگردیم، تا زمانی که ما با خودمون و انقلاب را از داخل خودمون شروع نکنیم، هیچ وقت به پیروزی معین مشخصی دست نمی‌یابیم. من در برنامه‌های بعدی گذشته بارها درباره بیداری سیاسی صحبت زیادی کردم که یکی از سبب‌های پیشرفت جامعه می‌گردد. تلاش کردم و صحبت کردم که به شما برسانم که هموطنان و همدیران عزیز، تا زمانی که ما و شما در کوچکترین قضیه یک شهروند تاجیکستان سهیم نباشیم، بدانید که ما و شما پیروز نمی‌شویم. هر لحظه‌ای که ما و شما توانستیم ملت را جزء خود دانستیم، اون زمان ما و شما میتوانیم تاجیکستان را یک کشور شکوفا کنیم و پیشرفته کنیم و از این بی‌شرفی، بی‌ناموسی دست بکشیم. نه این کاری که عین حال نسبت یک تاجیک انجام داده میشد. این تاجیک رو میفروشد، این تاجیک رو میزند و پشت یک دیگر کار کردن و رفتن. بیداری اصلی همینی است که ما باید برای هر یک تاجیکی که در یک جا عذاب میکشد، باید حاکمیت را مجبور بسازیم که پاسخگوی همین گونه کارها باشد، چی در داخل و چی در خارج. مثلا وقتی یک تاجیک رو در فدراسیون روسیه، وقتی که از دیوارهای روسیه یک نفر اذیت میکنن، همین نجات پرستان میزنن، به قتل میرسانن و شما همین قضیه رو میبینید، باید در نزد سفارت تاجیکستان صدها نفر جمع شوید، در تاجیکستان در نزد وزارت خارجه 1000 نفر جمع بیارد، تظاهرات کنه و بگید که در کوتاه‌ترین فرصت هر کسی که این کار کرده باید به جوابگری کشیده شود. همین رو شما میفهمید. اما این چیز دیده نمیشود. وقتی که فرزند 6 ماهه تاجیک یا 5 ساله تاجیک از جانب یکی از نجات پرستان روس زندان کرده میشه، تجاوز کرده می شود و به قتل رسانیده می شود و دادگاه فدراسیون روسیه این نفر را به 4 تا 5 سال زندان میکند، ولی دیروز در دادگاه فدراسیون روسیه 8 نفر را به خاطر قتل یک کودک، ما قتل در اینجا ترجیح نمیدیم، اما 15 تا 25 سالی اینا را زندان کرد. ولی سیمونی که فرزندی دخترچه تاجیک رو که 5 ساله بود، 6 ساله بود، 5 ساله بود، تجاوز کرد، به قتل رساند، او را چیکار میکنه؟ به 4-5 سال زندان میکنن. این در کجا عدالت سودی وجود داره؟ در کجا این چیز رو ما میبینیم؟ وقتی ما این قضیه ها را میبینیم، خاموشی را کل تاجیکستان اختیار میکند و حاکمیت ها برای این کار غیر قانونی رو جواب نمیگویند، ما چگونه میتونیم خودمون رو تاجیک بگوییم؟ چگونه 8 هموطن ما امروز به خاطر قتل، خب قتل کردیم باید برین زندان شن، ولی میرن زندان میشن، زندانهای طولانی، ولی سیمونی که فرزند تاجیک 6 ساله رو تجاوز کرد، بعد از تجاوز و قتل رسان زندان 4 تا 5 سال زندان میشود. آخه این ناموسی تاجیکی و تاجیکستانی شما را بیدار نمیکند مگر؟ این مگر برای یک تاجیکستانی بدبختی و بی‌ناموسی نیست؟ بیاین همین قضیه را از رادیوی آزادی ما به سمت شما برسانم. من عین حال همین اخبار از رادیوی آزادی برای شما بیاریم. سرخطی خبرهای مهم.
خب بیا این قضیه رو من یک بار برای شما بیارم. در شهر چیلیابینسک روسیه زمستان آمادگی همه جانبه بینند و در تیر ماه زمستان نیروی برق را سرفکارانه استفاده کنند. با اتهام کشتار یک مکتب بچه در شهر چیلیابینسک روسیه 8 توجیه حکم زندان گرفتند. این خواننده هنگام زنازنی در ماه اپریل سال 2023 در نزدیک مرکز تجارتی کاسموس فقیده است. با حکم دادگاه شهرامیر تا 18 سال، شهزاد ستارف 14 سال و عبدالوهاب صبور را به مهلت 12 سال در زندان نظامی سخت و طاهر جلیلوف 9.5 سال در کلونی نظامش عمومی زندان شدند. همچنین نجم‌الدین اماموف و اسلام احمدوف 5.5 سال، زهیر جلیلوف 5 سال و خورشید آدینایف 4.5 سال در زندان نظامش عمومی حکم گرفتند. آنها را به واژه گناهکار دانستند. به نوشته رسانه‌های روسی به فایده خویشاوندان جبر دیده از میروف، جلیلوف، صبوروف، ستارف با مبلغ 1,250,000 روبل روسی جبران ضرر معنوی ستانیده شد. پس از اعلان قرار دادگاه، دادستان ایوان کراوتسوف گفته است که در این پرونده باز دو متهم شهروندان تاجیکستان که فرار کرده تحت پیگرد هستند. سبب زنازنی گفته نشده است. پیشتر از این مهاجران بارها برای شرکت در زنازنی گروهی بازداشت و اخراج شدند. همه سال در این قضیه بود که هموطنان شما دیدین که واقعا اینجا من همون سیمون از اینجا برای شما بازم بیارم که همون مطلب دیگری که در قبلا نشر شده بود، مطلبی همون پسری دخترچه توجی که یک بار دیگه به سمت شما برسانم که یخی بناموسا اینستان ببینن که چگونه فرزند توجیک به یک کاری نو چیز اما را ببینیم که چند سال سیمون از زندان کرد. خب متاسفانه من از تیمی چی میگم برای لطفا پیداش کنه، به خاطر که من میزنم به زبانی روسی بزنیمش. خب به هر صورت ما بعدا در روند برنامه ولی میمونیم، اما متاسفانه این اخبار پیدا نشد. دوستان هموطنان و همدیران عزیز، یک چیز دیگر را به سمت شما در همینجا من میگذارم، بعد برنامه را خاتمه میتیم. خب دوستان عزیز، این بیرون از موضوع است، ما بعدا برنامه را خاتمه می‌بندیم، ولی یک چیز دیگر یکی از به شما معرفی میکنیم. یکی از سراینده های مشهوری تاجیکستان، یکی از
کمدی های مشهور تاجیکستان و همین نوار را به سمت شما میرسونیم و بعد از این برنامه رو تمام میکنیم. اما پیش از اونی که برنامه رو تمام کنیم همین رقاصای تاجیکستان رو برای شما معرفی کنیم و انشالله که بعدا برمیگردیم. در اینجا بسیار سخنها بودند. یک چیز را ما با کردن و با جانبداری کردن و امروز با حق آوردی سخنم بعد یک توفیق دیگر هم میکنم برای جوانان. قریب یک سال شد که ما ندیده با هم از دور. خب سراینده نو کینوتئاتر نو بیا یا جای میسرایی در صحنه باز یک جایزه‌داری آزمون سرودی سال امام علی شریفویچ رحمانوف. دوستان گرامی، امام علی شریفویچ رحمانوف اون زمان امام علی شریفویچ رحمانوف بود ولی امروز امام علی رحمان شدگی است. همونطوری که در اول برنامه ما گفتم یک جایزه سال در 2003 است اگر اشتباه نکنم. یعنی وقتی که ما میگیم امام علی رحمانوف رقاصه است از اول سال از آغاز به قدرت اومدنش فقط به ملت تاجیک این کار انجام داده است و غیر از این هیچ کاری دیگه عملی که انجام داده شده انجام نداده است. این یک ترکمنستان از جوی قدر سرود رقاصه یا دوره قدر سرود میخونه، چند کتابی سرود هم نوشته است، چندین کلیپ هم کرد سرود میخونه. اگه همین شاگردی امام علی رحمانوف بوده است ما نفهمیدیم که امام علی رحمانوف در سال 2003 هم اینطوری سرود خونده بوده است. ما اینا نه یک بار این نوارا میبینیم. واقعا بردی محمد این هم شاگرد امام علی رحمانوف بوده است. ما به خبر از این استاد هم بوده است. همین استاد هم کسل شوس گذرانون رقص سرود در ترکمنستان هم آغاز یافت. استاد هم رفتن میگیره این حوزیو کم کم هم رقص میکنه سرود نخونده شده. به نظرم که یگون سرودای نو تهیه نکرده شده شکلی که سرودخونی بس کرده اینجا آوازش معقولش نشید و سرود یا اینکه همین بعد از همین نوار همین منیجر خیلی بس کرد سرود خوندن. نمیفهمم که مقصد از همون بس کردن منیجر هم بعد همین کنسر چی که پینا باشه سرود امام علی رحمانوف گرفت. به نظرم دیگه نگذاشتش که هم ادامه بدیم هم سرود خونیشه. همون بیچاره دختر هم قطعا سرود هم نمودن تاخیر بیچاره با هم روش برا مکی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی مکی از غمزی تو بیمار شدم دل بیمار میگه کلمه یاد ندارد کاغذ همین بیچاره بی سواد متن شعر ازاد کردگی نیست و مست هم هست دیگه. وقتی که مست است اون قشنگ میبینه دهنم جمله یا جملهش هم میگیره یا کلمه‌اش هم میگیره با سه چهار کلمه دیگه دست میده با کلمه دیگه رو میبره دورا. خیلی اوسنش دیگه رئیس جمهوری چاپلوسا یادتون باشد که همین قسمتش منیجر نمیخونن یا دولت و در همین قسمتش به نظرم با خودش میخنده و همین قسمت دیل پیل نشان داده شده است. همون به نظرم که همین یگون ارتباط همین چیزایی که مخفی همین منیجر دگو میگفت یگو گپ میزد چیزای مخفی که نمیمونن خونده همین سیرو استوسته اشکار شده از دست. اون تحلیلگری تا چقدر از همین قضیه ما کو با سرود و با همتری چیزا قدر اصلا چی ندارم ولی همین به شو بیزنسی طرفی چیزا ما اصلا اهمیت نمیدیم. بر اخیر ولی در فیسبوک نشر شده بود روی کردن بچه‌ها میره. خب دیگه دوامش نمیمونه اگه بیا گومش که همین برنامه رو جزیر نکنیم قطعی بدبخت. همه خندم میگیره به خدا. راستی من قدر در این مسئله عمیق داخل نمیرم چقدر نمیرم و نمیدونم همین مسئله شو بیزنس از چون زیاد در این باره کار نکردم مثلا این سرود رو گوشم نمیکنم واقعا نمیدونم مطلب چی است ولی وقتی همین را دیدم خیلی خندیدم و گفتم یا بارگرم بازم این چیزا برای شما بمونه و یک جواب با هم بخندیم که ببینیم قضیه اینو تو کجا میره. و دیگه برادرها خنده خوب دیدین دیگه امام علی رحمانوف یا کی منیجر دولت و حالا هر چی اسمش میگذارین خب دیگه
اسمش که سرود ای سیروجنی فوزیلو بود ولی در برش من اینجا دولت فقط میخونه ولو امروز امام رحمان اومد ولی شما هر نامش میگیرید حق دارید من اینجا دولت واش میگه امام رحمانش میگه ولو هر طرف حق دارید. هموطنان و همدیران عزیز و گرامی قدرم، ما خوشبختانه نامه نوشتیم به سازمان ملل متحد برای کمک کردن در قضیه برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف. برای ما جواب آمد و جواب قانع کننده نبود و برای از ما درخواست کردن که مطلب های زیادی دیگر رو به آنها روان کنیم. ما عین حال باز هم ان شاء الله که در کوتاه‌ترین فرصت این چیزهایی که اینها میگوین آماده میکنیم برای برادر سهراب ظفر، قضیه برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف باز هم با سازمان ملل ارائه میکنیم و کوشش تلاش میکنیم که تا حد امکان بتوانیم قضیه اینها را به همون جاهای لازمه رو برده رسونیم. و هدف ما اصلا این است که ما بتوانیم تاجیکستان را از ظلم آزاد کنیم. یعنی هدف ما نیست که موضوع عین حال بتوانیم بریم دیگه سهراب ظفر. ما میدونیم که اینو را حکومت دیکتاتوری امام رحمان رو آزاد نمیکنه، در شکی نیست و از این چیز ما رو گوییم. ولی تعدادی برادر وقتی که ما نامه را نوشتیم با اشاره نوشتن که شما از فلانی رو درخواست کمک بکنید. نه برادر، این هدف این نیست. هدف فشار آوردن بالای حاکمیت است که با پا به زانو بزنه. وقتی که ما اگر موفق شیم تحریم ها را نسبت همین حاکمیت از جانب دولت های اروپایی و اول قدرت امریکایی به میان بیاریم، اگر که همین تحریم هایی که به اصطلاح روسی سانکسیا وارد کرده بشود، حکومت رحمان فرسوده می شود. از این طریق مهاجرای مهنتی فشار آورده ایستادیان آماده ایستادیان از فدراسیون روسیه اوج دیپارتست میشون. از این طرف اروپا و امریکا و دیگر کشورهایی که لازمن اینو تحریم ایجاد کنن، حکومت دیکتاتوری امام رحمان خودش میشکند. یعنی هدف ما اصلا دست یافتن به یک تحریم های جدی نسبت همین حاکمیت است که بتوانیم موفق شیم یک ذره قدم و نزدیکتر شود به همون رسیدن به همون هدف اصلی که ما گذاشتگیم. الحمدلله ما به این قضیه دست یافتیم و این مطلب ما در رادیوی آزادی یعنی نامه ما نشر شد و من از رادیوی آزادی تشکر میکنم به نشر پخش همین مواد و اینجوری از دتیوی که واقعا این مواد و این نامه ما را نشر کردن و البته ما در ایمیل آدرس به سازمان ملل روان کردیم. الحمدلله که پاسخ آمد و برای آماده کردن اسنادهای دیگر روان کردن ما تیاری دیده. وقتی که روان کردیم بازم به بینندگان و جامعه جهانی خبر میرسونیم. هموطنان عزیز و همدیران گرامی، بازم یک اخبار دیگر در همین قضیه از رادیوی آزادی او روز نشر شد و منم بازم از رادیوی آزادی تشکر میکنم که معلومات را دقیق از جایی که چی میشه برای ما برای تمام بینندگان میرسونه. در این طریق میبینید از خانواده نسیم جانشون نیز یک اخبار در رادیوی آزادی نشر شد که اونها هم از شکایت کردن نسبتی حکم دادگاه دست کشیدن. اینجا اگر شما ببینید پیوندان نسیم جان شریف فعال گروه 24 روز 28 اکتبر بر رادیوی آزادی گفتن که والدینش با او در بازداشتگاه ملاقات کردند و او خواستن که برای تغییرات حکومت شکایت نبرد. یعنی اکی برای او خواسته است که برای تغییرات حکومت شکایت نبرد، زیرا میترسد که نتیجه برعکس میدهد. یعنی نسیم جان خواهش کرده که عریضه شکایتی ننویسید. پرسید که چرا؟ گفته که هر کسی که شکایت کرده است و مهلتش رو زیاد کردن، برای همین تصمیم گرفتیم که عریضه شکایتی ننویسیم. گفت فیضعلی شریفوف برادر نسیم جان شریفوف. ما تشکر میکنیم که این قضیه ها در رادیوی آزادی و نشر کرده می شود و علاوه بر این استیو سویتلوف در موضوع این برادر کمک معلومات داده است که شما میتونید از سامانه رادیوی آزادی رو بخونید. فقط من بخیر یادآور میشم هموطنان و همدیران عزیز و گرامی قدرم که برادر ما سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف متاسفانه از کشور ترکیه توسط حکومت دیکتاتوری امام رحمانوف با کمک همین حکومت ترکیه دزدیده شدند و به تاجیکستان برده شدند. در ماه فوریه برادر نسیم جان و ماه مارس برادر سهراب ظفر و آنها در تاجیکستان عین حال به حکم طولانی مدت محکوم شدند. سهراب ظفر به حکم 30 سال که 10 سال زندانی پرزور است و نسیم جان شریفوف به 20 سال زندان محکوم شد. دیروز پریروز خانواده‌ای نسیم جانشون موفق شدن از خشتوار نسیم جانشون دیدن کنن و این از زندان از نسیم جانشون دیدن، ولی
در اونجا بازم ذکر شده است که فقط در 6 ماه حق یک مرتبه دیدن فرزندان شما دارند. یعنی نشود گفت که نسیم جان شریفوف نیز نظام پرزور دارد، چون در نظام عادی هر ماه حق داره که برای یک مرتبه تا 2 مرتبه فرزند رو ببینه اگر در زندان باشد، ولی در نظام پرزور در 6 ماه یک بار. ولی دیده می شود که اگرچه در نسیم جان شریفوف نظام پرزور ذکر کرده شده نبود در دادگاه، ولی باز هم مهری زندان پرزور نوشته شده است و حقی چی را ندارند، حقی دیدن هر ماه یک مرتبه ندارند، در 6 ماه فقط یک مرتبه. این حکم واقعا یک حکم ظالمانه است، یک حکم به حد بد اخلاقانه است و ما از تمام سازمان ها درخواست میکنیم که واقعا برای تحریم کردن کمک برسانند به ما و به احزاب های سیاسی که بتوانیم به کشورهایی که نفوذ دارند در تاجیکستان قانع بگردانیم که اونها وقتی رسیده است که یک تحریم های جدی نسبت به حاکمیت دیکتاتور امام رحمانوف انجام میدن، مخصوصا کشور آلمان، کشور بریتانیای کبیر، کشور کره جنوبی، امریکا، کانادا و این کشورهایی که عین حال تاجیک‌ها در اونجا سفر میکنن، کار میکنن و رفت اومد وجود دارد و هواپیماها پرواز میکنن و علاوه بر این بانک جهانی هزارها کمک‌های پول‌های به بازگشت به حکومت تاجیکستان میتید. این قضیه بسیار قضیه‌های مهمی است که ما و شما باید چیکار کنیم؟ تلاش کنیم که سر راه اینها را بگیریم و اگر این چیزها کمک کرده میشود باید ما کوشش تلاش کنیم که برسانیم به همین جامعه جهانی. این بسیار مهم است برای ما. اگر که ما موفق شدیم بدون اینکه حکومت امام رحمانوف بزانو میزنه در کوتاه‌ترین فرصت، حتی اگر که همین یعنی یک سبب ببینید وقتی بانک جهانی پول قرضی به بازگشت میتید سببش معلوم مشخص است. مثلا اقتصاد تاجیکستان وقتی رو به فنا، یعنی که در حالت میاد که نزدیک به همون مفلس شدن می شود، وقتی که اگر مفلس شود به همون اقتصاد طولانی مدت روبرو شود، در مدت 40 تا 50 سال لازم است که همین اقتصاد بر بگردونید این باره، در 10 سال 15 سال دیگه نمی شود. بر اساس همین بانک جهانی که در تاجیکستان قرض زیاد دادگی است و نمیخواهد که همین قرضش به فنا برود، باز هم کمک میکند که همین قرض نظامی اقتصادی تاجیکستان به همون بحران 50 ساله برنگردد و کاری کند که خراب نشود. بر اساس همین ما و شما باید تلاش کنیم که حکومت دیکتاتور امام رحمانوف در کوتاه‌ترین فرصت بزانو بزند، تحریم از جانب دولت‌های اروپایی امریکایی انجام داده شود و ما و شما بتوانیم برگردیم کشورمون از این حکومت ظالمی خلاص کنیم و تاجیکستان رو یک تاجیکستانی بسازیم که در اونجا ما و شما میتوانیم آزادانه زندگی کنیم. همدیران و هموطنان عزیز، ما از شما خواهش میکنم لطفاً برنامه را لایک بگذارید و کامنتار بیشتر بنویسید و اگر بتوانید با برنامه‌ها در آینده پیوست بشوید. اگر مشکل پیوستن وجود داشته باشد نتوانید پیوست شید، شما میتونید با ما بنویسید که ما با استودیو پیوست شدن نمیتونیم. ما کوشش میکنیم بازم از استودیوهای دیگر استفاده ببریم و اگر که برای اسنادهاتون نیاز دارید که ما کمکتون کنم، مرحمت این سایت این شماره تلگرامی من است و برای من بنویسید. من کوشش میکنم که شما رو در تلگرام کمک کنم که اسم شما در همون فهرستی که از جانب روسیه آماده شده در اونجا هست یا کی نیست، من برای شما کمک میکنم. همدیران و هموطنان عزیز، من طول یک نیم ساعت تقریبا 125 دقیقه در پخش مستقیمم در موضوع مهاجران مهنتی و علاوه در موضوع لایک گذاشتن و برای لایک پرونده جنایتی نسبت به اون باز بکنن که رحمانوف درخواست کرد که این باطل کرده شود و دیگر نسبت مردم با خاطر برای یک لایک پرونده باز نکنن. صحبت کردیم و اگر برادرانی که میخوان صحبت ما را از اول گوش کنن، برنامه را از اول میتونید این بار بدروین. ما در موضوع اول در موضوع لایک که امام رحمانوف در سخنرانیش در نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صحبت کرد، راجع اون قضیه از رادیو از اپیل صحبت کردیم. برگشتیم به موضوع مهاجران مهنتی و در موضوع مهاجران مهنتی طولانی تر بود و ویدیویی که از رادیوی آزادی نشر شده بود و اذیتی مهاجران مهنتی از جانب نجات پرستان روس و اینکه امانهایی که اونها رو اومدن با کمک همین نجات پرستان دستگیر کردن و در آخر چند دقیقه اخیر در موضوع برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف کوتاه‌تر صحبت کردیم و ما از شما خواهش میکنیم که برای بهتر ساختن برنامه‌ها برای ما کمک کنید. نیاز به شما داریم. ما نیاز به مال شما نداریم، به پول شما نداریم،
نیاز به حضور شما داریم، نیاز به فکر شما داریم، نیاز به عمل شما داریم. این چیز برای ما خیلی مهم است. من امیدوارم که ما بتونیم در یک جایگی با کمک یکدیگر بتونیم پیش بریم و همون هدفی ولایی داریم تاجیکستانی آزاد به اون بیایم برسیم. دیگر وقت شما را طولانی نمیگیرم همدیگران و هموطنان عزیز. شما را به خدا میسپارم. پروردگار همه شما را حفظ نماید و ما و شما را در همین راهی که هستیم موفق بگرداند که بر بگردیم در تاجیکستان همه با حضور یکدیگر در یک وطن آزاد زندگی کنیم، با پذیرش یکدیگر، چه عقیده‌های گوناگونی داشته باشیم، چه ملت‌های گوناگونی داشته باشیم، مذهب‌های گوناگونی داشته باشیم، در داخل یک تاجیکستانی آباد و آزاد و آسایشته پروردگار همه ما را برقرار کنه و ما بتوانیم بر بگردیم در اونجا زندگی کنیم که هیچ انسانی نه به خاطر نژادمون، نه به خاطر ملتمون، نه به خاطر مذهبمون ما را اذیت نکند و آزادانه بتوانیم در داخل وطن خودمون یک نظامی بسازیم که او یک نظامی مردمی باشه که در اونجا مردم حضور داشته باشه و نظام را همچون یک ارزش والای حکومتی و مردمی بشناسد و از این طریق برای رسیدن به یک حکومت ایستادگی کنه و نگذارد که همین نظام از بین بره. اگرچه حکومت فساد زده می شود و کوشش میکند که این نظام از بین ببرد، بازم ایستادگی کند که نه، این حکومت باید استعفا بدهد و نظام باید باقی بماند. یعنی ما باید نظام را اصل قرار بدهیم، همینطوری که در امریکا نظامش اصل است، هزارها پرزیدنت ها، وزیرها و میهن میروند ولی میبینید که نظامش باقی مانده است، باقی میماند. همینطوری که در بریتانیای کبیر میبینید نظامش قوی است و مردم میان میروند ولی نظام در اونجا باقی میماند. همینطوری که در کشور آلمان میبینید یا که به اصطلاح روسیه، گرمانیا، در هر کشورها همین چیزها را شما میبینید. ما میخواهیم که در آینده تاجیکستان یک نظامی داشته باشیم که در اون نظام همه مردم تاجیکستان حضورش را ببیند و کوشش کند برای بقای این نظام تلاش کند. هر شخصی که میخواد این را غصب کند اون را همچون یک خائن ملی بشناسد و او را سرنگون کند و نظام را باقی حفظ بدارد. ما پروردگار دعا میکنیم که بچون یک نظامی والای ما و شما را مشرف بگرداند. حالا اون اسم نظام هر چیزی بگذاریم، چی اسلامیش بگذارین، وحدتش بگذارین، هر چیزیش، هر اسمش بگذاریم، اون نظام برای ما مردم تاجیکستان یک نظامی باشد که برای ما ارزش داشته باشد و برای بقای او آماده باشیم، جانمون را بدیم و همیشه اون نظام برای نفوذ و بهتر ساختن شرایط زندگی امروزه و فردا، شرایط زندگی فرزندان خود و آینده و نسل خود نگاه بداریم و تلاش کوشش کنیم که کار کنیم. من هزارها مثال میتونم بیارم که کشورهایی که وقتی که میخواستن چون این نظام باز کنن در روزهای اول 15 ساعتی، بعد 12 ساعتی، همه خلحاظ عین حال اومدن در یک روز 4 ساعت کار میکنن. از 4 ساعت زیاد نه. چرا؟ چون نظام قوی کردن و اون نظام به اینها سرفرازی داد، نفوذ داد، شرف داد، امکانیت داد که عین حال 4 سال کار کنن. اگر ما و شما برای همین گونه نظام تلاش بکنیم، مطمئن باشه که فردای تاجیکستان ساعت کاری شما 4 ساعت خواهد بود و شما با 4 ساعت کار میتوانید چیکار کنید؟ زندگیتون رو پیش ببرید و حتی ذخیره کنید که سفرهای خارج کشور داشته باشید و برای سیاحت هر کشوری میخواهید. همین گونه نظام با حضور مردم، با فکر مردم، با مبارزه مردم، با ایستادگی مردم به دست میاد. ما از پروردگار دعا میکنیم که چنین یک نظام رو برای مردم ما مشرف بگرداند. پروردگار همه شما را حفظ کند. خدا نگهدار.